هم تاکسیست بود گاو زد ژورنالیست هم بوده همه چیز برای ما برای شخصا برای ما یک سیگنال شد من همین ویدیو ویزف خطی هم زنگ زدم پروستا نقل دیدم همین من شما میخواستم که شما پیشنهاد کنید برای مهاجرا برای مردم تاجیک برای همه که اقلا که هم ویدیو کنن یک ویدیوی کوتاهی که 1 دقیقه نیم دقیقه از شکم خودم میزنن از سر و لباسی کودکانم میزنن میبرم با گایی میسپارم یا با کیسه نمیدونم کدام یک وزیر مالیه میرود رئیس بانک ملی میرود معاونانش یا با کیسه کدام بالاها ولی بدونید که این کار شما حتما زمان میرسد که جواب سوال خواهد داشت یک بار دیگر هم میگویم خداوند ان همون مهاجران ما که در روسیه هستند برکتشون دهد هر یک چیزی که ما یافتیم از حساب همون مهاجران است بیاید عذاب ندید شخصا مرا اگر عذاب دادنی هستید این خیلی آهسته آهسته سیل کرده نکشید یک بار کشید بیاید جان شما هم خلاص جان من هم خلاص که خبر دروغ باشد که این برادر ژورنالیست رو که تاکسی ژورنالیست رو یا ژورنالیست تاکسیست رو بردن برای بازجویی یا سوال و جواب اگر برده باشن وظیفه ما و شما وظیفه ملت این است که از این برادر باید حمایت کنیم اگر این برادر رو دفاع کرده حقوقش رو که حق شهروندی یک انسان است که بیاید وقتی که حکومت ظالم حکومت دوز غارتگر این کارو میکنه که از جیب اون پول فرزندانش رو نان فرزند رو میگیره با صداش رو بلند کرده است و ما باید از این دفاع کنیم اجازه ندیم که میان این جوان رو بشکنن مطمئن باشید اگر این جوان رو ناامید کردن یا ترسوندن یا اینکه زندانی کردن فشار آوردن دیگر صفی کسانی که در آینده میخوان صدا بلند کنن کمتر خواهد یادتان هست وقتی که حکومت خواست اینترنت رو کمر کنه چند از شهروندان ما از اون جمله یک تا دو تا خواهر ما با ما در دوشنبه امضا جمع کردن و حکومت مجبور شد عقب نشینی کنه اما این خواهر رو جزا داد آمدن نوارهای خصوصیش را در اینترنت بوده و خواستن که را بیاب بکنن در حالی که از مبارزه دست بکشن و این آن از مبارزه دست کشید ترسید چون زن است این کار هر کس کرده نمیتواند که مبارزه‌اش را دوام بگیرد این دست کشید و حکومت فهمید که با این راه میتواند پیش راه مبارزه را بگیرد و مردم را صدای مردم در گوشش برده کند تنها آمدن راهگیرای من خورد و خوراک من و فرزندانم لباس و پوشاک من همش در آن داخل بود چه خیال شما با کدام عدل و انصاف میتوانید که 580 تومان جریمه کنید غم مردم رو کی میخورد اگر ما اجازه بدیم که این جوان و ده ها جوانان دیگر رو که مبارز هستند مگر محمد اقبال رو که مالکیتش رو میگیرن این حق ندارد که دیگران بیان از این دفاع کنن صدا بلند کنن جوانان خراسانی رو که بردن محکم کردن هنوز شاید بعضیشون فراری باشن اونا حق ندارن که ملت مردم شما درست گفتید جوانانی که در خارج هستن 1 دقیقه نیم دقیقه نوار پخش کنن محکوم کنن این اقدامات رو برای عملهای جنایتکاران شد این مسئولیت ما و شما هست اگر ملت صدایش رو بلند کرد مطمئن باشد که یگان حکومت ظالم ادامه نخواهد تنها آن زمان پرزیدنتم را تبریک میکنم تنها آن زمان با روز پرزیدنت مردم کشورم را تبریک میکنم که پرزیدنت من غمخوار من باشد که پرزیدنت من غمخوار کودکان من باشد که پرزیدنت من غمخوار اهل عائله من باشد پرزیدنت من غمخوار ملت من باشد پرزیدنت من غمخوار مردم کشورش باشد امروز این جوان که در دوشنبه صدا را بلند کرده است اگر خدای نکرده او را برن زندانی کنند و بشکنند یا بترسونند اظهار پشیمانی کنند در نواری برگشت بداند که باز یک ضربه دیگر به بدنه ملت آزادی خواهد شد وظیفه ما و شما مسئولیت ما و شما برادران بخصوص کسانی که در خارج هستید در داخل تاجیکستان هستید یک حرکت ملی پشتیبانی از این جوان باید کرد بعدا چرا تاکسیستا بیان
ماشین خودش بنزین خودش باید از یک کسی دیگر خب پاتنت میگیرد و اجازه نامه را میگیرد. برای چی؟ این ساحه مناپول یک نفر باشد. باید که مردمی، من خواهش میکنم یک نفر یک برادر پیشنهاد خوب کرده میره. باید که یک قسم زیادی مردمی تاجیک که از هجرت برگشتن به تاجیکستان بغیر از تکثیرانی دیگر یگان کار دیگر یگان پیشه دیگر ندارن، باید این تکثیرانی را یک پیشه ملی کنیم که یک قسم زیادی مردم را خانواده ایستاده است. چرا را باید محدود کنیم؟ ما باید صدا بلند کنیم، اجازه بدیم که این مانع‌ها برداشته شوند، اجازه بدهید حکومت که مردم مال خود را در تاجیکستان پیدا کنند. بنابراین دوست عزیز، وظیفه ما و شما است که از این برادر، از این نفران جسور در داخل کشور حمایت کنیم. و مردم هندوستان چیکار کردن؟ اول یک نفر اومد اعتراض کرد که این کسب بابایی من است، مثل همین تاکسیستی که اعتراض کرد، این کسب بابایی من است، 1000 سال من زرشویی کردم، بیست گفتم حالا من را زندان میکنن، چیکار میکنن؟ من میرم کارو ادامه میدم. بریتانیای‌ها اومدن این زرشویی هندوستانی را بردن زندانی کردن. فردا 10 نفر دیگر به نشانه اعتراض رفت زرشویی کرد. اینا را زندانی کردن، روز دیگر 100 نفر رفت لب ساحل زرشویی کردن. تمام زندان‌ها پر شد. جنرال گوبرناتور هندوستان که از طرف بریتانیا لندن تعیین شده بود تلگرام فرستاد به لندن، گفت که تمام زندان‌ها پر شده است از کسانی که زرشویی کردن، هر کس را زندانی می‌کنید، 100 نفر 1000 نفر دیگر به میدان آماده ایستاده است، چیکار کنیم؟ امپراتور شاه بریتانیا جواب تلگرام را داد که اکنون این ملت هندوستان سزاوار آزادی هستند، اینها را استقلالشون را تامین کنید، بگذارید اینها آزاد باشند. وقتی اینا حق خود را طلب می‌کنند، اینا سزاوار آزادی و استقلالیت هستند. اگر اینا این کار رو 10 سال پیشتر می‌کردن، من 10 سال پیشتر هندوستان آزاد استقلالش رو اعتراف می‌کردم. هندوستان بدون جنگ به استقلالیت رسید از بریتانیا. امروز این جوان اون خواهر رو اگر ما پشتیبانی می‌کردیم، مطمئن باشید که صدها زن و مرد دیگر صدای عدالت‌خواهی را بلند می‌کردن. وقتی که اون نوارهای خصوصیش رو در اینترنت بردن، هیچ کس پیدا نشد که از یک زن در دوشنبه حمایت کنه. هیچ کس پیدا نشد در اینترنت از او حمایت کنه. گونه در خانه هر کی ما شما 1، 2 یا 3 تا کتاب قرآن هستن، کسی خرید به کسی هدیه کردن و مثل اونه که در خانه من خدا رحمتشون کند بیبیم یک خطا نکنم اگر 20-25 سال پیش قرآن هدیه کردم، اون قرآن است، با چند قرآن دیگر است، ولی ما شما وقت نمیابیم که در یک سال یک بار اقلا اون رو ورقگردان کنیم. سرکار ما فقط در رمضان اگر خداوند توفیقمون دهد یگان مراتب صفحه های قرآن رو میگردونیم، یگان پارهش رو میخونیم، یا اگر خدا قوتمون دهد ختم قرآن میکنیم بر روی پدر و مادرمون میبخشیم. دیگر تمام. کسی بود مجبور با اون خاطر که شما اقلا یک بار 1-2-3 آیه قرآن رو خوانید، صفحه های قرآن رو ورق گردونید تا قرآن غریب خود را احساس نکند. این رو میدونید در هر خانه‌ای که قرآن باشد و آن قرآن رو کسی نخواند، آن قرآن غریب است. و ما و شما در نزد پروردگار سخت جوابگوییم. خداوند 1400 سال پیش از این برای ما و شما گفته بود شفا، نجات و رحمت او در قرآن هست. اما سوره اسراء آیه 82 را به یاد بیاورید. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ترجمه شکنون در قرآن هست. شما این رو شکر خداوند در دستتان گمانم از قرآن ترجمه شده دارید. قرآن در خود معجزه های دارد، ممکن شفا هم باشد، فقط فراموشش نکنید، خوانید. و در این آیات خداوند گفته است که با از قرآن آنچه را فرود می آوریم که وی برای مؤمنان شفا و رحمت است و در حق ستمکاران به جز زیان نمی افزاید. پس دوستان عزیز بخوانید. این یک بشارت بود. کسی شوخی کرده است به خاطر آن است که ما شما باید یک بار دیگر به قرآن رو بیاوریم. همه مشکلی ما، همه درد و کسل ما از بی‌تمیزی امان است. وقتی که تمیز نداریم، پاکیزه نیستیم، وقتی که قرآن رو فراموش میکنیم، خب بعد کسل و بیماری و ترس و وهم و دیگر به ما تاثیر میکند. خداوند برای ما و شما توفیق دهد. برادران عزیز، در هر یک شوخی ذره حقیقت بوده است. بار دیگر با این اطمینان حاصل کردم. خیلی خوب. بله من همین استاد فهمونه که چیکار کنن مردم مواجه که ما پابیدید کنیم، همین میتین کنن در کار، چیکار کنن در کار که روی مخ. سلامت باشه. سوال شما فهمیدم ان شاء الله. سلامت باشید. خوبه از سوالی که همیشه بله ببینید محمد اقبال، همین برادر سوال خوب بود. همه منتظر آن هستند که یک نفر بیاید، یک معذرت میخوام که کفر نباشه، پیامبر بیاید، یک نفر بیاید برای اینها یک ریسپت تیار بکنه که همین ریسپت رو بگی بعد شما پیروز میشید، گفت خودش پدید میکنید. برادر عزیز، در تاریخ تمام ملت ها بشرها همون ملت پیروز میشود که امروز بیاد از همین تاکسی شما برات محمد اقبال بچه پیر محمد زاده همین برادر پیر محمد زاده، همین جوان، اگر هر کس بیاد بگه که من پیر محمد زاده ام، دیگه هیچ کار نکنه. ما 9 میلیونیم، از همین 9 میلیون
5 میلیون اگر بگم که من امروز پیر محمد زاده فردا اگر پیروز نشده شما به یگان میتینگ به یگان جنجال بیاد در روی من چیز کنید. معلوم میشه که هنوز ما سزاوار پیروزی نیستیم برادر، سزاوار آزادی نیستیم، سزاوار استقلالیت نیستیم. برای آنکه این برادر تکسیس اون خواهر یادم رفت نامش اینا رو تنها گذاشته. بله. اگر که ما اینا رو تنها نمونیم فردا مطمئن باشه که ما شما پیروز هستیم. اما وقتی که فقط سوال می‌کنیم ما چیکار کنیم که پیروز شیم؟ یعنی مبارزه شما کی برمیگرده؟ ما هیچ وقت برنمیگردیم. اگر همین سوال جواب هر بگه سوال جواب کردن گیره کلی نداره. باید با عمل گذاشت باید این حدی اقلی که ما میتونیم کرده بیاد همون برادر عزیز پشتیبانی کنیم و اون احساس کنه که ملت در پشت این برادر هست. من اینا جدی میگم اگر همون برادر ملت پیروز شود این برادر حالا نمیدونم خودش میخواهد یا نه ژورنالیست است این باید وزیر باشد حدی اقل وزیر باشد اگر پرزیدنت نیست. اگر ملت بناموس است از این برادر دفاع میکند این رو در یک جایگاه میبردارد و فردا اینا کادر ملت هست. میگن اون کادر ندارد. اگر رحمان فرست چی کشور رو مدیریت میکنه؟ بله. کی هست؟ دیده شده چگونه کادر هستن؟ چیکار گپ میزنن؟ برای همین عزیز بیاد دنبال ریتسرچ یگان کسی دیگر نگردیم. ریتسرچ در دست خودتون است. از زمین حاضر بعد همین برنامه بعد همین صحبت حالا در هر کجای هستید بنویسید که من نام همون برادر پیدا پیر محمد زاده بود. پیر محمد زاده بود. بله سلامت باشید استاد. بله بهترین پیشنهاد بود.